چقدر پف دارم. صبح بخیر. خب بچه ما داریم یه سفر یه روزه میریم تا ورشو و الان من هیچی تایم ندارم، کلا 20 دقیقه از تایم مونده. هنوز نمیدونم چی بپوشم. تو میتونی چی بپوشم؟ بچه ها من احتمالا اینو بپوشم. این دقیقه اینو بخوام بپوشم چون که راحته، خیلی شلواره. اینم که بهش میومد. سیتمون اینجاست ولی فکر کنم اینجا کسی نگیره. امیدوارم که اینجا خالی بمونه تا آخرش. بالاخره رسیدیم. خیلی حس عجیبیه که عجله نداریم و استرس نداریم، چون هر سری که میایم اینجا بیشتر به خاطر اینکه بریم فرودگاه میایم و الان خیلی بدون استرسه. بچه ها هوا یه باد خیلی شدیدی داره و احساس میکنم که قراره بارون بیاد. البته بارون نم نم داره میاد، یعنی بارون شدید منظورمه. آقا من الان 1.5 ساعت دارم دنبال یه مجسمه میگردم اینجا و هر جا میرم با گوگل مپ میزنه که ردش کردی و من همه اینجا رو گشتم، باید اینجا باشه. اوف گوشنمم شده خیلی و فکر نمی کنم اونقدر اعصابشو داشته باشم الان بخوام دوباره برم پیداش کنم. احتمالا الان بخوام برم غذا بخورم بعد پیداش میکنم. من این مجسمه رو امروز پیداش میکنم. جین دوره من خیلی ذوق دارم برای اینکه الان داریم میریم رستوران تهران تو ورشو و توی لهستان تنها شهری که رستوران ایرانی داره همین ورشوه و من خیلی دلم میخواست بیام و الان داریم میریم. غذا ایرانی. بوی خوبی میده. کوچولو
مجسمه‌ای که میخواستم برم ببینم 40 دقیقه با ما فاصله داره و چون قطار بعدیمون که قرار سوار شیم و برگردیم یه چند دقیقه دیگه است، برای همین نمیرسیم بریم اونجا. ولی وایسی و عکسشو بهتون نشون بدم. این پری دریاییه، در واقع نماد شهر ورشوه. بعد یه عالم افسانه پشتشه، ولی اصلی ترین افسانهش اینه که اینا 2 تا خواهر بودن. بعد از دریای بالتیک شروع میکنن همینطور شنا کردن و میان، یکیشون میره دانمارک که مجسمش اونجاست، یکیشون میاد میرسه ورشو که اونی که میرسه ورشو میاد اینجا و یه تایمی مثلا این کسایی که ماهی میگرفتن و اینا، صیاد اسمشون، صیادا میبینن که آقا نمیتونن ماهی بگیرن یه چند وقت. بعدش میفهمن که آقا این پری دریاییه میومده این تورا رو باز میکرده و نمیذاشته که اینا ماهی بگیرن. بعد یه تاجری میاد پری دریاییه رو اسیر میکنه که مثلا پولدار بشه و ثروتمند بشه و اینا. بعد یه پسر روستایی میاد این پری دریایی رو نجات میده و اون موقع پری دریاییه میگه که آقا به خاطر این کاری که تو کردی و این محبتی که در رقم کردی، من همیشه سوگند میکنم که همیشه از شهر تو محافظت کنم. برای همین بارون گرفت. برای همین این مجسمه تو دستش یه سپر داره و یه شمشیر داره که مثلا همیشه از شهر ورشو نگهداری میکنه. گفتم شاید جالب باشه براتون. این چیه؟ من واقعا چون خیلی غذا خوردم سیرم و خستم شدم، برای همین نظر چیه که اینقدر تو صورت من نیار. این چیه؟ پشتش به ماست. بریم اون بچه ها، من فهمیدم که خیلی چیز مهمی بود چون آقا داره ازش عکس و فیلم میگیره و احساس میکنم که خیلی اثر هنری مهمیه. خیلی آقا داره سعی میکنه که ازش عکس خوب بگیره. نه تو صورت من نیارش. آقا هر وقت از این بروشورا به من میدن فقط برای اینکه ناراحت نشن میگیرم و نمیدونم که کی بندازم دور که نبینن. فکر کنم الان دیگه میتونم بندازم. یه صد لاشخال پیدا کن. اونجا هست، اونجا هست. پشت خانومه نمیبینه. کاغذ کدوم بود؟ همیشه قاطی. اون کاغذ نبود.